شهر نیژنیوارتوفسکی روسیه همچون چوره پیشگیری بهرالدین عظیموف زاده تاجیکستان را که به لطوکوب یک دختر برای بزن او گپ ناجا پرتافتنش ایبدار می شود، از حق به اجازت مفتش ترک کردن از محله زیست، تماس گرفتن با شاهدان و استفاده از وسایل علاقه و اینترنت محروم کرد. در این باره روز 25 سپتامبر ریاست تفتیشات حوزه مختار خانت و منسی خبر داد. این نهاد گفت نسبت به این چاهکن 29 ساله شرکت روسنفت بر اساس قسم یکم ماده 213 کودکس جنایتی روسیه با اتهام افباشی با استفاده از زورآوری پرونده گشودند و تفتیش آن تحت نظارت رسمی کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین قرار دارد و بهرالدین بر اساس این بند قانون از جریمه به مبلغ دست کم 300,000 روبل تا حکم زندان تهدید میکند. مقامات تفتیشاتی لحظه از بازپرسی بهرالدین عظیموف را نیز نشر کردند. قبلا لحظه دیگر بازپرسی بهرالدین عظیموف نشر شد که Я сейчас не готов, потому что я сейчас убежден, что врач моей супруге сделал комплимент во время осмотра. А это не подобает, по моим пониманиям. Если ты врач, делай свою работу должным образом. И все. А лишний комплимент и спрашивать, извините, какого черта ты носишь эти мешки на себе, это уже выходит из грани должностных обязанностей врача. او میگفت دکتر را برای به همسر او گپ ناجا پرتافتنش زده است و برای این عذر پرسیدنی نیست. من آماده نیستم که عذر بپرسم چون دکتر انگام معاینه به همسر من گپ پرتافت و این را ذهن من قبول کردن نمیتواند، میگوید بهرالدین در ویدیویی که تلگرام کانال میگاپولیس نشر کرد. او همچنین گفت دکتر باید کار خودش را انجام دهد، ولی پرسیدن که برای چه تو این خلطه را به سر کشیده بیرون از صلاحیت دکتر است. منظور از خلطه اینجا حجاب است. بهرالدین و همسرش هر دو 8 سال پیش شهروندی روسیه را گرفته بودند. دکتر لطوکوب شده ولادیمیر ژرنکلیایف میگوید در تجربه کاریش زنان زیاد از جمله زنهای مسلمان را معاینه کرده است، ولی بار اول دچار چنین حالت شد.